امروز 28 نوامبر 2015 است. روز شنبه است و اومدیم پیکنیک یه جایی نزدیکای گاتنه. اسمش دقیقا یادم نی کجاست، بهش چه چیزی میگن اینجا. جای قشنگیه، ولی من تصور میکنم هم سمت بیریز بین خودمون یه ذره سرسبزتر باشه. میتونید حالا ببینید اینجا هم منظرش. جای خوبیه. بچه ها دارن پایین ماهی میگیرن. یه دونه ماهی هم گرفتیم، اولوشه فکر کنم 500-600 گرم باشه، شاید هم یه ذره بزرگتر. بعد همین به قول خارجی ها، خودمون خارجی ها سیاه